سلام، چطورین؟ چه خبر؟ هنوز نمیدونم چی صداتون کنم. بچه ها، ستی فامیلی، یه چیزی که خودتون بگین. امروز روز مهمیه. قراره تمرین کنیم واسه عکاسی فارغ التحصیلی. هم میکاپ رو میخوام اوکی کنم، تمرین کنم که میخوام چه جوری باشه، هم ناخونامو باید درست کنم. اینو دقیقاً زمانی که آخرین امتحانم رو دادم درست کردم که برم عکس فارغ التحصیلی بندازم و تمرین اوضاع برای کلا جوری نبود که بتونم برم. هم لباس فارغ التحصیلی گیر کرد توی مسیر و نرسید به هم این که دیگه کلا جور نشد. فردا قراره با یکی از دوستان برم عکاسی. بریم با من حاضر شیم دیگه. قدم اول اینه که ابزار کار بپوشیم و بریم سراغ درست کردن ناخونا. تصمیم گرفتم که نشون بدم مراحل کارو، ولی انقدر قسمت درست کردن ناخونا پروسه زمان بری بود که تصمیم گرفتم به صورت یه ولاگ جدا و نیمه آموزشی بعداً براتون آپلودش کنم. دوباره سلام. به مرحله فرم‌دهی ناخونا رسیده بودم و تا اینجا پیش رفته بودم که دوستم که قراره با هم بریم عکاسی و لباس‌ها رو اوکی کرد، تماس گرفت. خانومی که لباسا رو فرستاده اشتباه فرستاده. ما لباس شنل دار می‌خواستیم، خیلی خوشگل و شکیل و فلان بود، ساده فرستاده. به یه سختی هم فرستاده از تهران. قرار بود با پست پیشتاز بفرسته. بعد گفتش که به روز عکاسیتون نمیرسه، من با اتوبوس میفرستم. قرار شد دوستم بره تحویل بگیره. بعد دیگه رفته بود چک کرده و گفته بود که چی فرستادی؟ ساده فرستادی؟ من گفتم آره ببخشید، من الان تازه دیدم که شما گفتید شنل دار. بعد با یه جای دیگه تو شهرمون صحبت کردیم که ببینیم اون چی داره. اونم گفت من فقط ساده دارم. بله، حالا نمیدونم، معلوم نیست، شاید کلا روز عکاسی بیفته، یه روز دیگه شاید لباس دیرتر به دستم برسه، لباسی که میخوایم نباشه. نمیدونم چرا اینجوری میشه. مثلا فکر کنید نمیدونم واسه شما پیش میاد یا نه، ولی من روزها تو خونم کاری ندارم که انجام بدم. مثلا میدونید بیکار، یه روز آزاد، یه روزی که خیلی برنامه ها میتونی توش داشته باشی، اون روزها هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ برنامه مهمی نیست، هیچ کاری قرار نیست انجام بشه و بعد یهو تو یک فرصتی که انگار همه چی پشت سر هم باید تون انجام بشه و چیزهای مهم، مثلا عکس فارغ التحصیلی برای من میمونه، مثل عروسی میمونه. آدم دلش میخواد اونجوری باشه که تو ذهنشه، اونجوری باشه که دوست داره و الان نمیدونم چی پیش میاد. تون خواستم آرایشم رو تمرین کنم، لباسم رو اوکی کنم، ناخونام رو آماده کنم و خورده تو ذوقم حقیقتش. ببینیم چی میشه. ما به درست کردن ناخونامون ادامه میدیم و تمرین آرایش ببینیم چی میشه. شاید براتون سوال باشه که تا کجا پیش رفتی، چه اتفاقی افتاد، ناخونا به کجا رسید. شاید فکر کنید که کارم تموم شده. خیلی سخت در اشتباهی، به این دلیل که برقا رفته و من تو این مرحله گیر کردم. مواد کاور و لامینت رو زدم، حالا نمیدونم که روی همین کروم بزنم یا اینکه شیری و قرمز و اینا رو بزنم. این دست کلن مونده، تا بیس پیش رفتم، مواد لامینت و کاور و ایناش مونده، لاکش مونده، اینم که حساسیت پوستیه. وایسیم تا برقا بیاد. عالیه. به خواهرم گفتم از باقی مراحل ویدیو بگیره و این ویدیویی که گرفت کاشته که خودش زده و خیلی برای سرخ کرد. 2000 years later. کنش مامان جونو نتونستم بگیرم. نگاه کن. 1 2 تارا. آینه زدی؟ کرومه. آره کروم آینه میشه. قشنگه. متشکرم. ببین دیدی خوشگل شد، خوشگل شد. طور ناگهانی قرار شده که بریم شهر بازی و اصلا آماده نیستم. ساعت 9 میخوایم اونجا باشیم، الان ساعت 8:30. یعنی
مثل منصور که میگه بزن بریم به سرعت برق و باد بزن بریم از اینجا بزن بریم عشق و داده میداد بزن بریم از اینجا هیچکی به چشم نمیاد تو که باشی بقیه رو دلم نمیخواد نه یکی مثل تو رو نمیپاسم من همیشه یکی شریط تو رو میخواستم بهم واسم آخه بین عشقای مسیمی واقعی تر بودی کردی تو واسه من ببین هرچی بلد بودی هرچی بلد بودی من میمونم باد خنده من جاش میدونم باد منه میدونی من اینجوری بد نفسام بهت بنده متاسفانه دم به دقیقه این دیوونه دل تنگه تا 11 برنامه داشتیم از گرمی بیدار شدم بعدش هم یه سری کار داشتم دیگه در نتیجه تون وسیله هایی که برای عکاسی لازم بود برداشتم الان دارم آرایش میکنم سر راه میخوام احتمالا گل بگیرم بعد برم مراسم برم لوکیشن فقط تنها چیزی که دارم با خودم میگم اینه که هر جوری که پیش رفت دوست داشتی دوست نداشتی عکاسی هر جوری که بود خوب بود بد بود نتیجه رو مثلا راضی بودی یا نبودی فقط سعی کن که از اون خاطرش لذت ببری و بدونی که همه تلاشتو کردی که موقعیت رو جوری فراهم کنی که دوستش داری حالا یا میشه یا نمیشه چون من قبلا خیلی خودم رو اذیت کردم وقتی که یه چیزی طبق برنامه پیش نمیرفت و مثلا چیزایی که دست خودم نبود و همین که طرف حالا اون لباسی که من میخواستم و داشته یا نداشته و چیز اشتباهی رو فرستاده ساده فرستاده کاری نمیتونم واسش بکنم عکاسی هم اگه میخواستم بندازم یه روز دیگه دوباره دردسر لباس و اینا رو داشتم واقعا حوصله نداشتم که بخوام یه بار دیگه واسش تایم بذارم یه دور دیگه این همه تنگ و فنگ رو تحمل کنم دیگه با هرچی که داریم الان نهایت تلاشم رو میکنیم که خوب پیش بریم آرایشم هم یه چیز ساده میخوام انجام بدم تا احتمالا خط چشمم نمیکشم چون اگه امروز خط چشمم خراب بشه دوربین اینجای من خواهد بود و همه رو قراره بگیره و نمیتونم اینو دیگه بر نمیتابم پس در نتیجه همون بدون خط چشم باشیم بریم همین دیگه بریم ببینیم چی پیش میاد خب این بهترین چیزی بود که از دستم برمیومد نمیدونم خوب شد یا نه فقط همون سیسیگرم و روزگونه و چشمم یه کوچولو خیلی کم سایه زدم و ریمل همین چطور شد؟ یه دونه از اینا خریدم واسه سفر و جاهای مهمی الان این کاسهیه پنکیکم پر میکنم چون کاملا شکسته ریختمش این چون پرش میکنم با خودم میبرم با پدو و براشونم که اگه تیزون دوستان برق گفتم برقشو بگیرم هنوز میگیرم وسیعت چون خطشش بگیرم ولی میگیرم یکم بسیم کنم بریم اسمالی برای سلام چطورین؟ میدونم که اگه ویدیو رو اون طرفی بگیرم
این طرفی واسه لانگ یوتیوب و ولاگی که میخوام بذارم بهتره، ولی خب اینجوری راحت ترم وقتی میخوام صحبت کنم باهاتون. تو اون طرفی نمیدونم به کجای دوربین باید نگاه کنم، همینجوریش مشکل دارم با اینکه به کجا باید نگاه کنم. عکاسی ما 50 خورده 20 دقیقه 30 دقیقه اینا شروع شد دیگه. تا یه لوکیشن خوب پیدا کنیم، 2-3 بار لوکیشن عوض کردیم. لوکیشن که میگم نه که فکر کنید با بهشت زندگی میکنیم، بالاخره حالا با چیزایی که بود سعی کردیم که عکسامون رو بگیریم. یه سری عکس فارغ التحصیلی انداختن، یه سری عکس پروفایل و اینجوری طبیعتی و با لباس پیرهن و روی پیرهن. تا بیاییم خونه فکر میکنم ساعت 8:08 یه رو به 9 بودن دیگه که دارم میکنم. یه رو به 9 بود. من خیلی خوابم نرسیدم امروز قشنگ بخوابم. با توی یه تیکه دیگه از ویدیو گفته بودم که از صبح تا اون لحظه‌ام چطور گذشته خیلی تحت فشار بودم و همه چی تون داشت اتفاق میافتاد. استرس هم داشتم که عکسام خوب نشه. حالا نمیدونم اونایی که من نگاه کردم خیلی قشنگ شده بود، حالا نمیدونم یه سری‌ها رو نشون نداد. عکس‌ها شنبه به دستم میرسه، امروز چهارشنبه است دیگه. تا ادیت کنم و فتوشاپ کنم از این کارا. لباسایی که به دستمون رسید داغون بود، داغون، یعنی در حدی که مامانم میگفت لازم نیست اینو ببرید پست کنید، این فرستاده واسه خودتون، اینو دیگه به هیچ کی نمیتونه. کلاه از وسط شکسته بود، درست رو سر وای نمیستاد. تازه 2 دست بود، از 2 دست یک دستش خوب بود، یک دستش یعنی یک دستش قابل قبول تر بود و یک دستش اصلا به درد نمیخورد. بعد روی لباس پوپو شده بود، اصلا یه وضع بدی. بعد دیگه سعی کردیم حالا با چیزایی که هست عکس‌ها رو بگیریم. یه رو به 9 خونه بودیم، خیلی خوابم میومد. چیزا از ولاگای اینترنت نگاه کردم، بعد واسه ولاگ خیلی خوابم میاد، اصلا نمی‌فهمم چه اتفاقی داره میفته. ولش کن، من تا بخوام شام بخوریم میخوابم. چشام بستم داشت خوابم می‌برد. ببینید خستگی خیلی زیاد، روحی جسمی فکری خیلی زیاد هستم. من دوست داشتم بخوام شام نخوردم. ولی مامان صدام کرد دوباره رفتم. بعد موقع مدرسه‌ام افتادم. مدرسه که میرفتم صبح که بیدارم می‌کردن که صبحونه بخورم، دستمو می‌گرفتم به گرمای چاییه، بعد سرمو داشتم رو میز می‌خوابیدم. شب که رفتم سر میز دوباره سرمو گذاشتم رو میز، زد چشامو بستم گفتم مامان اگه الان به من غذا ندی من همینجا خوابیدم و اصلا برام مهم نیست. الان ساعت 10:12 و گفتم حالا تا فضا هست میتونم راحت بلند صحبت کنم، بیام بگم که چه اتفاقاتی افتاد. انقدر خستم که نمیتونم الان ادیت کنم ولاگو، همینجوری فقط تیکه فیلم برداری کردم گذاشتم که باشه. یه ولاگ لانگ میشه ولی نمیدونم چقدر لانگ میشه و اولین ویدیوی خیلی لانگمه، یعنی کلا اولین ویدیویی که دارم چند روز پشت سر هم ویدیو میگیرم. باز نمیدونم شاید چند تا شورت در بیارم یه ولاگ، نمیدونم چیکار میخوام بکنم مغزم. بعد صبح هم باید برم همین لباسای شاهکار رو پست کنم با تی باکس بفرستم تهران و من نه آدرس دارم از خانمی که اینو فرستاده هیچی، اصلا یعنی نمیدونم چجوری این اتفاق افتاده. خیلی عجیب غریب پیش رفت ولی امیدوارم اصلا خوب در بیاد و تموم شد گرفتش. همین بریم بخوابیم این فردا چه اتفاقی میفته. کاش من کلا در طول روز میتونستم اینجوری ویدیو بگیرم، راحت بشم باهاتون صحبت کنم، با تون صدای خوب، چون ویدیوهای دیگر رو تو فهم گرفتم که یا خانواده خواب بودن یا در رو بسته بودم صدا مثلا از بیرون میومد، از این ور صدا میومد. در کل مجبور بودم هیچ کنم و خیلی صدام نمیومد، خیلی بد میشه اینجوری میدونم ولی خب فعلا خیلی دستم درد. حالا بعدا شاید یه تجربه کنم ولی الان هیچ کاری نمی‌کنم. کاری برای خدافظ، فردا میبینمتون. بالاخره تموم شد. مرسی که تا آخر این ولاگ همراه من بودین. تو ولاگ بعدی میبینمتون.